من بد کنم و تو بد مکافات دهی او خواندید با یا چملک ها یعنی دون جوان پای پوچمونو با چو چین میکن که حرام خری میکنه شما روزی بک تیوری طبیعی او خیلی الان تو پاودو وای میشه بلوگر ما 5 نفر گروه عرب شو مایک تایسون کاری کرد رکورد زد این کینو رو ما یک کروی کردیم همه گوش کردم نفهمیدم در یک چقدر مبلغ به دست می‌آورد 333,000 گوش که با کامپیوتر دادن اقدام خوبه همه قشنگ می‌دونستیم که ایسا ما خونه خریدن و ماشین خریدن گشتن سر کردن هوب دوستان عزیز این برنامه رو از کانال شهاب‌الدین یتیموف تماشا کنید و حلاوت ببرید چیست برای شما شهاب‌الدین یتیموف در سامانه یوتیوب نشر دیوی برنامه در کلور است و امروز با یکی از چهره‌های شناخته بجا کنم شنیدش بگم پله هوب دوستمراد شریپوف یا چملک ها یعنی دون جوان البته شوخی میکنیم لبخند میزنیم غم و اندوه دل از دل بیرون میکنیم ما هنرمندا یک گپ داریم که خنده در لبان تو سخنید باشه و غم و اندوه عدلتون اودلید باشه چیست برای شما اومد سال نو مبارک باد میگیم ما اهل گروه البته سال 2020 سال خوب بود سال خاطرمان بود با دعا میکنیم که در سال 2021 پیشروی زیاد شد و انا میخوام همه وقت سرجم باشیم اول هم گپ مونمی که هم ویروس نابود شود چوف چکا عرق جبینه که در رمی کلور میکنه اما را بفهمیم با شد تمام نفره که از یه نگاش کنم مثلا انا راستیگه برادر عزیز ببینم خیلی بعد زور میستیم یا مشقه میگن ورزش گروی سلامتی است البته این گپ ایرا ما نگفتم میره استادا گفتن ایرا بزرگا گفتگن وقتی که ورزش میکنی همه طرف هم خودت سبکش میکنی هم مقصد ما بسیار توی معرکه ها میریم بخوابی بسیار میکشیم بخوابیم میونیم در راه و در سفر هاییم بسیار وقت همه غم و اندوه ما را همین مقصد ارگانیسم ما را همین با ورزش با خمونه با میقپیم اگر ورزش نکنیم ما خمونه در وای دست میتیم معرفگری هر یک ملت صنعت و ورزش های همه وقت با ورزش بدن در کار ما صنعتکارا باید هر شب و روز مخش کنیم که یک کینو فیلم ده یک چیز ما ده این چیز در کار ما خودم هنرمند سیرکی هستم در سیرک به نهایت تریکوی اپس نیسته باید همه وقت ما آماده باشیم وقت چقدر شما میکنید که گفت به ورزش انا مشکلی من نمیده این روزی بک فیضالی دیگر این فریدون خورشید دیگر نیم جونی سعیدعلی بسیار برادرها همه بر ورزش هم پستیان زنگ میزنن که ما در زلیم خیلی بیو وقت نمیام که بیام داغم دلم جرا قصد میکنه وقتی زنگ میزنن که ما در زلیم بیو من یک جا سیوم کردم میو با نمورگیری یگام فیلم یا که یگام صحنه‌های حجوی یا یگام کلیپ همین کوشش میکنم که وقتی بکوریم بیام زال طلبای ورزشی است انتخاب شما برای چی می‌تایید انا که راست دیگه بگم برادر من همه کلوبا رفتم من هم کجای ده خونم ده قریب باشه میرم همش راست دیگه برادران من یگام تجربه پل میتم نه هیچی هم وقت ساعت مجیدا میکنم روزی بکاریم زنگ چون میذارم کار کردسته ها میام مخش کردن میگیرم طول یک 5 سال میشه یک برادرمون هم روزی بک نپرتفته هم وقت ساعت قتی میرم از دو این مخش میکنن در تولاری وای اسپارتا یوش من بسیار وقت در سیرک مخش میکنم بونه که یا خوبن همه برادرایی که در زلا هستن من میندارم زل اسپارتا و زل پهلوان و دیگر زلایی که من میرم مقصد من پیشواز میگیرن و من مخش میکنم یا ساعت میخیزم میرم همش میندارم سر بلند باشم ورزشگرا صنعتکارا اگه صنعتکارا گفتم بیرق بردارا گفتم یک روز راستی گفتم در قشلاقم بعد همه جا که مودا که پرورش کانتین هم که با حضور تماشا دارم در خونم ایستادگم در غرق قشلاق سنتو دادم یکی چیزی و این ریکی میگن که روما بیوس میخونه که همون خوندن گرفت باید نگاه کنم زل پشت خیلی هم بیرق بروما دستیان هم خسروی تا موزیک خودی بیرق بروما نیستن فهمیدم که کنسرت بین المللی ایده در تمام جهان باید حافظا باشن بعد اول شکیر برومد رام بام ایش برومد خیلی هندوستانیا برومدن هندوستان میدونم کین کام زویزداش برومدم خیلی بعد گفتم میره تماشا کردن نکنه تاجیکستان میگم کس میبرویا تاجیکستان گفتم خرسان گفتم میگم لگم تا میبرویا خیلی کنسرت یا شو رفته است که به درجه اولیش
من انتظار داشتم گفتم کی میبرنده باشه تاجیکستان که یک هست برآمد مرده که بوز بالا که وای نمیش چی باشه من راستیگم نمیدونم کسان برو که سفید دارم موی سر جنجالای خیل ها که برام گفتم آه بچه یک کیک بود همین اومدم پیش اومدن گرفت همین قبوش میکنم میگم چی گفته بوش همین راستی گپ داد گفتم من توجیکم باید بدونم که چی گفته است مردکی گپ همین گوش کردم نفهمیدم یا که گیزل میشم باز اونو میزنم گفتم این خیلی یک البته همین معرفگری توجیکه که بردیانش در اونجا نه که همین گوش کردم راستی گپ نفهمیدم که چی گفت که جای میرم یارو برادرامون بسیارن ما شکرانه وطنی آباد میکنیم که در وطنی آبادیم و خیلی جای پیشرفته در استراحت کردم ورزش همه وقت صنعت ورزش یک جزء هستن که در دنیا دولت معرفی میکردگیان خب بسیار دستپوشک‌های بوکسی رو نمود زیبایی ورزش رو با دست پوشیدن در پیش یکی از رازگران ما نورالله علیف روز 25 دکبر برنامه خوبی یک ورزشگر دیگر و میدان می‌برد با نورالله علیف چی تمام داره ما دعا میکنم که همه وقت بیرق ما را سری بلند نمیخواد تاجیکا بردارن ان شاء الله ما میدونیم که تاجیکا میتونن تاجیکا ما تاج دولتاییم ای دست ما همه کار می اولش خدا و آخرش خدا با پیش تمرینات ما همین یکی هم خیلی با سری بلند با وطن بر بگردی برادر خب نورالله این تمریناتی دستور دونجوان باشه گفتم میتونه با روزبک فیضلی که بعد شما میتونه که همون نفر یعنی در این برنامه باید اشتراک کنه البته چرا نه روزبک تیاری طبیعی انا خیلی کو خماش میکنیم 5 6 سال شد کو رنگی ما ماش کردم میتونی گو به دستین هوب 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 نه روزبک هم با قوت مقصد که همین قوا میتونم سیلا میتونم همین ورزش یوخی برای همین همه وقت با ورزش باشم برادرای ما اشتاره که گفتم ورزش برای سلامتی است خنده هم درست آدم رو لیچنی میکنه همش جای کلام نکن زنده باشین خاکی و دوستای خاطرمان بسیار برادرها که جایی که میریم مقصد نو یک خاطره در ما میشوه توجه در مثلا یک قولین دودگی بودم نه همو یکی اوتما اکما یگان که جنگ میکردم قولین سر ارخه میکردم خر میکردم میگفتم من رفتم یک قولین در مثلا کی در همجا تو فهم کردم اوه هست اوه من کم یادآوری کم زن میگیره بعد زن میگیره و اک وقتا ما مایده ترکیم بعضنش میگه مردکجان میگم شلوب کوم بیار اونجا میگه پوچوش میشو اگه باید خونم داره میگه چه میکنی شلوب کاری جوی متن ارقام میکنه میگه همه ارقام میکنه نه رفته است یک بین رده کی بوی ما میگذاره ها میگه نگاه میکنه میگه چوکه دیتا کلن میگه یه هفته شده میگه ترا ما کلن کردن ما الکی نرخ را سوری کشتی کو وقت استودنتی وقت عذاب وقت دانشجویی گذاشتن پشت سر شدن عین حال خرساندونه اون بسر برده است ما یک شکرانه خدا باید ما بگیم که مقصد پدر و مادرمون ایمون روزیان یک لینچه ارد میخره میبریم میتیم یا بقرشکه در اوغان میبریم میتیم پدر و مادرمون یک همسایه‌مون مقصد ایمون ریزوان که ما کمی هم که باشه یک دستیاریمون دراز میکنیم همین مقصد زندگیمون بخش خرساندن وقتی که پیاده میگشتیم گذشت مقصد نواز شکر خدا و صاحب ماشین خطی میگردیم 14 15 حالا برادر 3 بار هم خیلی 15 تایی میزنی تمام مقصد سوال داده که برای چی یک وقت گروه عربشو پشت خوردن راستی گپا بگیم همه پول دارا زکات میکردن ما را قوت چون میرسید ما را برای زکات کردن مقصد ما 5 کس بودیم همون $50 میتونست که بتیا بسیار هنرمندای بودن پرتفتن رفتن نتونستن ما یک ایجو پل درآمد کردن نکرد زن گرفته کودک دار میشه کودکش خوروندن نکرد حاجی ما را گروه موقتی ببرن کی زروش میرسه تو یگان با اینا باشه زروش نمیرسه مثلا ما را 500 می بتیا گروه عربشون سعدی جان اسماعیل فای کامل جان بیردی فای سنت الله میرزای فای منیجا مونای و من دوست مراد شریف میستودیم فکر میکنیم که ما ایکجو منبع درآمد بیویم برای همین ما چوش خوردیم که مقصد که ما خطی حافظ و برندگی رفتم فخرالدین موقتی حافظ و برندگی رفت برادرم میگن که ادینو کی ولک
بعد ایستادم فکر کردم گفتم بیا که اگه گرگی تنها بشیم که خیلی نمیشه تئاتر استودیو تبسم بود غریب شو عرب شو لحظه‌ای گوارو محفل رو ما بود زمانی که همون جای در کوخ جامی کنسرت میمونیم یک ماه پس اون وقتا انا ای کنسرت کم کم در اومد میشید دیگه این کنسرت هم خیلی با مود بگم ای مود برو اومدن مقصد کلیپ کنیم ببریم دیسک فروشک و او دیسک فروشک ما رو یا دیرم پول نمیدادن یگم بار ما یگم دیسک فروشک یا دیرم پول گرفتم بعد شو بیزنس هم میخوندم در اینترنت شو بیزنس چیست دیسک 3 سمای باید 2 سمش در شوتی ما بیایا 1 سمش در شوتی دیسک فروشک امروز میبینیم همه با ویدیوی یوتیوب برگشتن سوالایی بود که کاست ویدیو بود مرا یادم است بعد کاست ویدیو دیسک بروما بعد دیسک فلش کارت بروما با ما خودمون با خودمون نشیم مقصد گپ می‌زدیم که برادرها ببینن که در چنین ناخون چی جا میکنن همه چی را بعد ای چی میبروماده باشن اینا ببینید که بعد ای وازدخ شید میگیری ای به این پارتوینه میدونی در کجا رفته زای وازدخ یوتیوب انا نکه مود خیلی گپ عموما شو بیزنس وجود نداشت تو نمی قصولا انا شکرانه خدا میگم که این یوتیوب برومد راه ما رو خداوند خورداکو ریسک ما رو یوتیوب جدو کرده است اینا همو بیزنس همو شو بیزنس هم پیشینه مثلا ما میپارتویم در یوتیوب مقصد هم 3 سمای 2 سم شویو میگیرن 1 سم مودل میتونن ما اگر اخل ای هنر بیرون مرا بگیرن مقصد هنرمند نباشم من یوتیوبر میشم او یوتیوبر من یوتیوبر مقصد همین یوتیوب من چیزی که خدمت چیزی که ای دست خدمت امور میکنم من یوتیوبر میشم یعنی حق مؤلفی همو کاری خودتون انا که دیگه آدم رو گرفتم جمع کردم یک از جنگ شده جنگ وایرسیوم که میکنم یک از داشنم داد وایرسیوم که میکنم یک کاری چی شد وای همش جمع میکنم یک بلاگ میکنم میپرتم اون بلاگر میشم بلاگر دیگه چه یوتیوبر دیگه چه همون خیلی هنرمند ما چیزی میگیریم هنر خودمون میگیریم در کانال خودمون میپرتیم مردم رو پیشنهاد میکنیم هنرمون رو نشون میدیم ایده یوتیوب ساختن شما رو کی رو دگه ایده را من راست دیگه ازبکستان یاد گرفتم ما ازبکستان توی رفتیم با آقای مهربان روشن و دیگه برادر شهر سینه بود کجا بود رفتیم بعد نگاه میکنم اکتورها جیب قطعی میآیند اکتوری که برابر ما برآمدگان با جلار میگن و دیگه من میگم که قطار ما برآمدگانم 2001 2002 باید در ازبکستان بودم و در تاجیکستان ما گروه عرب شو بودیم و گروه بوجلار یا حافظی میکنن ما مقصد همین بین خلق بودیم بعد حیران شدم گفتم چه خیلی کم خیلی سال 2008 سال بود بعد اول اومدم من خدمت رفتم خدمت اومدم با هموچین کم کم ادنا کلاسیک و همین چیزا رو بعد در اومده و کفتن گرفتیم با ورو تماشا میکنیم تربوز خوردن تربوز خریشون رو میپرتویان پول کار میکنن حیران شدم چه خیلی تربوز میخرن با اونم اکمل جمعه گفتم که خیلی گفت اگه ما پول کار کردنش نمیدونم نه که یوتیوب بکشیم خوبه گفت برای ارشیومون مقصد در دیسک کنه میشه در فلش کارت گم میشه مقصد بیا ارشیو یا با یوتیوب شدیم ما هم شدم اکمل جمعه فهم همچون یوتیوبر در یک چقدر مبلغ به دست میاره اگه این سوالی با مورد دادی هر روز این نیست که چالپاک خوری روز ماهی میشه که مقصد که کم میگیرین ماهی میشه زیاد میگیرین خیلی مینیمالی آبشی مقصد که میگیریم تو یک 400 500 دلار میگیریم برای هم خانه که حوزی مایده شکر خدا اگر همین اینترنت هم خیلی رفتن بگیرن پیشروی هم خیلی چی شدن بگیره ان شاء الله که نگاه میکنین که با جویا اینم خیلی کار کردن میگیریم انا خیلی مثلا جنگ نه مقصد در تویا یا که در برین من 20 روز دیگه طولی 5 سالی که در دانشگاه خوندم طولی 2 سالی که خدمت مادر وطن بودم ما خدمت هم کردیم ما شکر خدا خدمت مادر در خوجند ششم بریگاد 1456 چیست برای هم خدمتام میگن که 5 سال 10 سال در مکتب میونه میخونی 5 سال در انستیتوت میخونی لیکن 2 سالی که خدمت میکنی تماما دیگه چه من هم خدمتام هم وقت حرمت میکنم کجای باشن گفت شما ریسپکت شما در هم خدمتو زنده باشین انا راستیگم برای جنگ بگی همین 5 بچه یک جاده بشینن 3 ساعت بشینوش کنن 4 ساعته به علاقه جنگ کردن وای یعنی قانون طبیعت میاد نه فلسفه‌اش هم مقصد یک گپ ما میگم تو دارم میفورات یک میگی من میگم این گپیتون تو غوریای میشه مردم رو از بر میشیم جنگ مقصد در بسیار جا میشه که جنگ میشیم در توی معرکه ها میگم یک آدمی مست میاد نه میکروفون میگیری گپ زدی چقدر غزل از یاد میاد من راستی گفت تو یادم میرم بسیار میدونم من غزل
میگه دوره دنیایی را سر به سر میبینی تو، گردشی ایام را هر سحر میبینی تو. هر سحر بر وقت بخیز و خیرت بر کس بکن، روز خوش را از خدای معتبر میبینی تو. گر برنجانی دل را در دوام زندگی، آن دل رنجیده را از دیگر میبینی تو. گر برنجانی پدر را در دوام عمر خود، آنچه کردی با پدر از پسر میبینی تو. تفلکانت را نآموختی اگر تو تا ابد، عاقبت آن تفلکانت در بدر میبینی تو. گفته حافظ هر کسی حاصل دارد به عمر، حاصل کاریده‌ات را در درو میبینی تو. برادران گرامی، از قدیم الایام اومده که جو کاریدی جو میگیری، گندم کاریدی گندم میگیری. کم کم باش کن. خوش ما بگاب دیگه ها. یک دو سه هشت شش هفت هشت ده بس. رنگ شما یکون کس در اولادتون بود که ارثیت باشه یا که همون یک هنری مرا راستی نه یک گفتم میگم هر یک اولاد این اولادی میشه که نمی یک اولاد دو تورنواز های اینا همه میدونه همه کودک تولد میشود کلانتر کشید اتوماتیک چی میکنه دو تورا مینوزه. اینا من همه قربتی چم بکنم نمیتونم نوخته دو تورا. هفت پشت ما بسیار میرم سراغ میکنم. هفت پشتای ما یک تاشه با یار نام داشته یارجندی میگفتیم. بعد با یارجندی با نقطه‌کن تولد میشود. با محمد شریف نام داشته نقطه‌کن میگفتن. مثلا نمیده بچه‌ها شتگان چاق کسانی میخواننده ایسوس میکرده با انتهای بچه‌ها ما میوم میرفته با بچه‌ها میگفتن وای نقطه را کن نکرد رفتم این رفت نقطه‌کن. بعد محمد شریف نقطه‌کن او ای بعد اول با یک با دیگه افندی نمی افندی بگو میگن کو کلیچکش افندی بده با یک با دیگه سی نظر نام داشته الفت میگفتن اون. اینو با اون خدیدم الفت تو زنده با الفتم خودش میاد آخر نگاه میکنه همین یک گپی الفتی میگه که میخندیده و خیر هر یک همه آدمایی که برآمدگیان در دور زمانی خودشون اینا با بام گذاشت رفتن مقصد تا حاضر همون یا رفیقشون آدمایی که میشناسن میگن که یک کلیچکا داشتن همون کلاونی سیرکی تاجیکستان ایال من خدمت کرستیگا یک تا هست استادم جمال الدین صدرالدین فیروستیگا پنسیونر هستن که در بالای سر ما هست وزیرم هنر که بعد همی اوچم میگه خیلی که اولادی مدیات هستن میرم اتوماتیک من میرم من بچه‌ها دیگه اون قبل میگم هم سیمفون دا هم خشلخیام دا میرم خچون خو سریوز میگه خندیده میستم خچون با خچون من یگام قبل نگفتم یگام چی نمیگم سبکتر مخ کنیم و صحبت کنیم چیست برای شما برادرای عزیز کینوی اورای عشق کدیمو واسه میگیم او هم کی میمونه هم در خونه خمونده کردیم مقصد انا و امکی من گزاری یا که فقط همون آدمی که در همونجا نه همون واسه هم انا نقش بازی کردی خودش واسه نام دارن امکی مون همون نقش خودش بازی کرد نام خودش هم سالی که ما گودک بودیم اینا مثلا حافظ میبرند ریز میخوندن همین رقصایی میکنن که همون مردم هم دههای ما سانتودا همه تماشا میکرد میخندید خشن با این شکارچی میکرد خیلی میرفت و ریز خونده است حافظ بعد هم میرفت تو گویا که پرنده رو با دیدش میکپید خیلی با ما میگفتید هم مردم میمردن خندیدن و سلام طریق نو کودک بودیم هم وقتا وایم صنعت داشتن در دلشون این صنعت نیست این یگان معلم درس دادن نمیتونه این چیزا و هم ما در کینو گرفتیم میشه راستی گپ او غضب نکشیدیم همین یه بار میگه که باید هم خالی شوکو میگم چی انا خالی باید میتونم بازی میکنم کوچک میترسه در دری گفتم میگریزه مقصد میگه هم چیزای حیاتی را میتونم یا آیندهش ببرویم این همین خیلی که یک فیلم شما رو من بسیار فیلماتون کام شده اگه اسم روسی که در روتون میگیم اما چی یک صحنه است یک نقشی که بازی کردیم مثلا علم توپایی راستی گپ سالهای پیش بعد گندم میکوریدیم همین یک زمانی بود که همین چنچق گندم هم میخورد خب که خدا هم خیلی برکت این چیزی بود که وزن گندم میکورن چنچق نیست عموما یا چنچق سیرانوزی هم خیلی بود که اگر هم یه منوت کشه نمیگفتی کو هم گندم پوگزا میخورد سفید میکرد خوشه گندم میگم خیلی خلی میمون با قدرت خدا من همین روزا رو دیدم که خوشه گندم خلی میمون پول نمیخوردم چنچق هم با یک ماه هم گندم که خوشه گرفت تا دراو کردن ما چنچق بونی میکردیم قتیلات میکردیم خیلی جرانگ پرانگ اما چه بچه هم که دورم استیگا گنگایو میگه قتیم سخت آشنا اگودکی از جای کارون شدگیم هم گنگی دونایی که و مقصد تربوز میکردن پلک میکردن ما شام میرفتیم میدیدیم و گنگای کو نمیفهمید میرفتیم میدیدیم بعد
پوچیلش میگاشتم پای پوچمونو با چو چین میکرد میومد میگفت دیزدگی پای پوچرات با چو هم که چین میکرد با هم که گنگی امنی بود برای جنگ شدیم مردمون چیکار دک خام قتی گنگ بلو رفتیم جنگ شدیم با گنگ حرکت رفت های او طرف شیشت با اون طرف شیشت قیس دادم که نیومد یا ساعت برم شیشتم نیومد 2 ساعت برم شیشتم نیومد با مایده رفتم گفتم چیکار است گنگ خوب پوش نبود باشن چون بخرام مرا رفتم که طرف همین دایره برم اونش سایدا گفتم کی وقتش تو گفتم میرم که همون گم علم تو پاودو گفتم بای خوندش تا یاد تو گفتم به خاطر خدا با اون بچه‌ها نقل کردم میره که میگم توقعمون رو بای میخونه باور نکردم بعد چند بار خیلی دیگه دیدم که هم توقعمون بای میخون باور میکنی خودش به خودش چیزی میگفتم غرغر کردم با وقتی که دانشجو شدیم اومده میجدن یکی بعد مثل همین هنرمند مردم یک کاری رو میکنه که وقتی که می‌نویسم دایجان نقل میکنم چی گپی میاد خندیدی من همون رو میگیرم کمک آرا و تورو میکنم گپی که خودت خندیدی تو در اینترس تو میگم همون گپ من میقپم میرم که آرا و توروش میکنم درست ترکش میکنم با دیگه ادامه میگم او خندید با همون رو کلون کدام میگه همون رول گنگ که ما در اونجا بازی میکنم میگم گنگ بای خوند علم تو پاودو تو بچه‌ها میخندن اینجا که اومدم او چی ده مردم میخندن نه اونجا ما گنگ گفته بودم میخندن اینجا اومدم رول همون رو بازی کردم بعد مردم ده بعد همون ما طلبای مکتبیم بعد معلم درس دادیم ما میگه میگه که خانه بچه‌ها با میگم علم تو پاودو الان نوسکاش میگم تز برام فرض میگه خاطی که میگم میگه چه خیلی میگم قدی دخترا میگم کدام دختر میگم سیفوش میگم کدامش میگم سیفیاش گفت داد میزنه با هم رول گنگ همون چه وقت بازی کردیم من شکر خدا 2 تا دخترچه دارم شکر خدا خب امو постановка кадр امو постановка فیلم چقدر در مثلا چیه چقدر در امو یک دو بوده مثلا نه انا که راست دیگه پا بگم این کینو رو ما یک کاری کردیم میخوام بگم گفتم باور نمیکنی چی مو همین مقصد یک دو شاگردامون بگیم هم دو دارمون استودنت بودن ما اگه اینستیتوت بود کردیم ما خدمت اومدم و همین کارا پیش کردم گفتم ما کلیپ کردم مقصد دیگه کردم همین کینو فیلم ده اگه ما 10 سالگی نیستم کینو فیلم ما باید که اخ ما بس انجام گفتم که چیه همین با خونم رفتیم ما هم برادرها رو دام دری خونم اونجا هم کردم قشلاق داکی اجازه شرایط نداشتم اونجا به وقتا سویت پید نبود دیویژو گاتش میوارد چیزی که میگفتم میوردم برای من هم سینفوم هست هم قشلاقی هم هست هم چیزی بگم تلویزیون بگم از من تلویزیون تشکیل میگن چیزی که بگم گپم قطعا بعد هم مردمی سانتودا سانا دوست داره ما که برام همش دقتی مانده فریاد میکنم که تلویزیون بیارین و میگم با تلویزیون میمونه کو تلویزیون کامپیوتر رفتن آوردن دروش کردن گفتن تلویزیون بایرونه یا استومدای ساز میکنن گفتن گرفتن آوردن دروش هوی کردن میگم با گپ زد با گرفتن مخکن کنم میگه اخبار میکنه کو با گرفتن مخکن کم برام تلویزیون ساز نمیشم جوش تو که با کامپیوتر دادن مقصد کی نو با گفتم شما که هم خیلی کردیم موسیقی کردیم با خالی میدونم که تلویزیون ساز نمیشه همون کینو را بعد بناور گیرم محمد چرا یه روزشون مینویسیم یه روزشون نمینویسیم ما پیش خودمون میگفتیم بیا این روز خیلیش میکنیم با وقتی وجود و خیلیش هم که میش بهش تو قرن نمیگیره بیا خیلی کنیم با میگفتیم قام مسئولیت خطی وبایدلای سادلو همو مگام بخاطر که الهام جان خطی الهام جان شدیف با قریب طول یک ماه در خونه ما خور رفتیم یک ماه زیاد زمستون خیلی بیکار بودیم دیگه خور رفتیم اونجا کردیم بعد راستی گپ جاش میومد که بناور گیرن کمون نیست یا استودنتان اینجا امتحان سپاری میآیند ما چیکار میکردیم کامرا میموندیم ما در خیلی اوبشی پلان کروبنی پلان خیلی زور مرا عقلم نمیگیری راست دیگه پا بگم که کروبنی پلان چه خیلی میآید اوبشی چه خیلی میآید بسیار جا میرم همون اوبشی همین که جا همین نزدیک اومده مثلا خیلیت که همین نزدیک اومده من اوبشی ترا کروب نگرفتم ای بی همیشه دیگه مثلا کروب نگرفته میسو مثلا جا کشاته کو ای دور میمونیم در همینجا میای راست کامرا همینجا بازی میکنیم به خدا قسم اینا چی دگم جای دروغش نیست اینا به خدا قسم میخورم جا شما نگه که کامرا گیرون کردیم رفتم گفتم آوز دویدم میگم راست کامرا چیشی دو قریب مرا گم میکشته گفتم این همجا رو خمو کامرا یگام آدم نداره بناور گیرنده به خدا قسم نیست جخدگی رفته گپ زدیم جا شما نگه هم خیلی جخدگی که استویکای کوی خیلی سه پوچام در استویکاش دیگه کامرا خیلی دیگه و چاپش دیگه چند کروشی دیگه بعد بسیاری بعد ما سیونکا کردیم بسیار سیونکا مون موندگی نیستیم در وقت بعد هم مدت چی پرابلم میشه کاسیتای مایدا گوخی و دیویکامو
قشلاق پر میشید می اومدیم بود دوشنبه در قرغانتپه نبود در قرغانتپه یا وقت میافتیم وقت نمیافتیم بو می اومدیم مقصد بختری وزیرا قرغانتپه پیشتر و بختری وزیرا نمیافتیم بو ما می اومدیم دوشنبه آخری کاستا میگرفتیم بو روز شنبه یک شنبه توی میرفتیم و مقصد تویمون رو میگذروندیم کیسمون مبلغ کی میشید میرفتیم کاستا میخریدیم بو می اومدیم همین ایش کلیپ کی باید مثلا یک نیم سال هم کینو رو موسیم که کردیم یک نیم سال یوتیوب خدم نه سال ما راستی که او را کسی پارتگی 2 میلیون پراسموتر شدگی به حسابی ما $5,000 خور کردگی هم کینو نکیم او یوتیوبی کسی هسته او هم پول گرفتگی نیست کسی پارتوفتگی همون سولو مقصد نه یعنی که سولو که شما کینو را گرفتید او نه بود یکم چیم در دیسک برو اومدگی اخی همین قسال دیسک رو برو آوردن خشون خوردن خشون چیکار کردن نمیدونم همین قشنگ میدونستیم که حسابی ما خونه خریدن و ماشین خریدن گاشتن سال کردن اکی رکورد گفتن یک کانال بود میپارتم بعد همون وقت بعد اوستاسی که پول کار کنه که همون کار کا یک مال جمعه میدروم میکوف ما گفت که پول کار کنه است بعد همین پلاژنی ده دیگه برادران پول کار کردن سر کردن دیگه اگه نام بانم نمیگیریم مقصد اد برادری که بدن خاتمو همکاری میکنن منصور نگماتوف الادین نگفتیم شما وقتو دیجی الادینو وای کار داد اومد ایش باید برادرمون ای وحدت خیلی کردن دوست و دشمنی کردن اکمال جمعه فکر کانالش محکم کردن همون برادرایی که اخم مقصد ما هم پارتوفتگی همون چیره او هم یا گفتم میگم برادر عزیز همه وقت در حرمتی همدیگر باشید قدر همدیگر را بدونید ما برای یکدیگریم برای هیچ کی نیستیم ما دیگه ما نه به افترس که پراوا یا жалват روی کردن жалват که کدی کو تو وای میفهمن жалват خش بیزی باش بیا жалват روی کردن دیگه کانالی گم شی طولی 4 سال گم شی بعد من قپیدم میکورم در راه اونجا دیدم که هم پول کار میکنن بعد خپیدم اینا طولی 4 سال میشه شکر خدا هم مردکی گپ زنه اینا بازم میگم طولی 4 سال میشه زندگی ما پشتم یوتیوب هیچ نه زندگی ما پشت یوتیوب صورت شرطی که من زنگیر ما هفته رو نگاه کنید خب دویر هم نفره که بسیارتر کامنتور هم نویسن چی بسنید همین من تایسون کاری کرد رکورد زد مقصد دیگه آدما کاری میکنن که رکورد بزنن همین باید هر یک آدمی که همین در جدا یا ورزش یا صنعت باید کاری کنه که رکورد داشته باشه رکورد نداشته باشی نمیشه باید رکورد بزنی چیزی باشه که ای همه بسیار باشه در اینستاگرام چقدر پارتیسیپیت دارید 333,000 باشه میخواید 333,000 خب از چقدر مبلغ میده راستی که اینستاگرام مبلغ نمیته فقط رکلام کده میتونیم مقصد یعنی از روی رکلام مثال که وای انیق نیست اینا پیش کارانتینو بود فرمولا 55 و دیگه اش رکلام میکنیم پول خوش میدادن مون 5000 6000 میدادن طول یک ماه رکلامش میکردیم امروز که در برنامه در تولور اشتراک داره نه برنامه ما را شما چه رکلام میکنید با چقدر مبلغ برنامه شما را که ما صنعتکارا دو بپلا یکم وش نیست 100% خب چی گفتن دایره برنامه ما فکر میکنم که به حد اقدام خوبه یک برنامه که شما گرفتین هر یک هنرمند میتونه درد دلش بگه هر یک ورزشگر میتونه درد دلش بگه این خوبه هر یک مقصد مخلصا نیستن روبروی هر یک هنرمندی که دوست داشتن روبروی هنرمندشون میستن و تماشا میکنن چیسته این برنامه است که به نهایت مده پسند اومد زنده بشه خب بعد از میتونن اپیزودا که همین برنامه را شما استوریز میکنین ها البته چون استوریز پرابلم نیست ما به خدا قسم مال بار استوریز ما بدرو هم ملورا کردگیم هم آدمایی که مقصد چی میگن با قولی او میگن که حرام خوری میکنه شما بازی بردناک مونده حرام خوری میکنه او را میمونم نمی آدمی هستن که من نمیشناسم چون می نویسن در واتساپ که اکا بار استوری و استوریز میکنن شون استوریز میکنن یگان پرابلم نیست که همون را که استوریز کردی او قدری تو را میدونه یک ویدیو تا با کلاس میمونه همین آدم با آدم زنده اخی ما قطعیت قاری باشم تو مرا بگیری چور نکنی من تو را بگیرم چور نکنم تو مرا تماشا نکنی من تو را تماشا نکنم چی و یگان وایش نیست اخی نکنه یک از در کامنتر نوشته که دوست مراد خودت معنی نداره که من روی خاطر کامنتریات میدرم آخه من نباشم کیو در تا کامنتر می نویسه این یک فلسفه شو فکر کردم میگه خودت معنی نداره که من کامنتریات اینترنت میدرم آخه وجود حق خورد می نویسن من میدونم 24 روز
میگه که ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چنان زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. آخه من بد کردم اینا، تو در کامنتر می نویسی اگه پی بدی دیگه نوز نچی تا ایمه بدتری کی تا ایمه به نیستی، نچی به باشی یک نصیحت میکنی که این برادرم کارت خطا ها میگم اگم تاش نمیگه که برادرم کارت خطا اول میبینی انسان داشنو میکنه بعد نگه تا مرد سخنی نگفته باشد ای به هنرش نگفته باشد. همین من ایم کامنتر که هم مینویسم من اون آدم الکی میدونم که چند آدم ایو کی ایو چی ای نگه من آدم از وزن گپ شما اونجا میفهمم. خب در برنامه نوبتی بگذار شما دعوت کنید کی را میخواین دیدن؟ خیلی که البته اونجا وعده کردیم که روزبک آماده باش در زلی همون خودت نقش میکنی که زلی اسپارتا میاییم چیستا برای خودت شما هم برین ها؟ البته میریم. همه برادرای تاجیک سربلند باشن، خیلی گفتیم خنده در لبانتون سخرانید باشه و غم و اندوه عدیلتون اودالید باشه. راستی که ما خیلی گفتیم که فنده میگیم ما به نهایت سست بود. همین مکتب میونه رو به نهایت سست خوندیم. همین کم ترک هنر که داشتیم ما رو دیده بودن در خشدیلون در چوجای زرین و در دیگه جا ما رو کشیدن آوردن گفتم بگیریم بخونید. ما چیز یاد گرفتیم در دانشکده صنعت تاجیک یاد گرفتیم. استادا ما میندارم همین قشنگ میگم که یگم استاد نیست که مرا درس نداده باشه. همش چون میدونن استادا همه تا دوست میدارم. استادایی هستن که مرا هم دوست میدارن. من قطعا استاد جانو زنده باشن. همین هاشم گدا سر کدگی تقریبا رازقوف قربانی صابیر سعادت عزیز و عبدالمومن شریفوف بابا سعید یتیموف تمام استادایی که هستن در سینما شما میبینید همش مرا درس گفتگان درس آموختگان نطق صحنه مهارت صحنه حرکت صحنه تمام چیزا مرا آموختگان. من میندارم استاد سربلند باشه تا کی تو با گذشتگان مینازی با رودکی و با حافظ شیرازی وقت از سر منبر آزادی سخن خیام دیگر یا حافظ دیگر سازی. مقصد که یک زمانی هست که باید بسازی دیگه. ما استادا منظور بودن گفته خب ما بشینیم نمیشه ما باید شاگردای باید که باشیم باید ما کوشش کنیم تلاش کنیم. بازم بزرگان میگن که آشنایی میبرد ما را به پیش آشنا باشی بیا هر لحظه پیشی آشنا. در کشاید آشنا از در آید آشنا را آشنا کرد خویشی آشنا چون یک برادر زود باور می شود. آشنا بسیار باشد دل منور می شود. کینه چون سنگی ملامت کنده خود جر می شود. آشنایی از همین جا بین ما سر می شود. دوست باشید، آشنا باشید، عاشق زندگی باشید. باقی پناه همت به خدا. میگه که هر کی ما رو یاد کرد ما هم عقل داریم کم کم رو یاد میکنیم. همه وقت در یاد همدیگر باشید. میگه دوست آن باشد که گیرد دستی دوست در نشیب و در کتل و در سپوسک. همه وقت قدر همدیگر رو بدونید. سربلند باشید. خب سلام باشید. خیلی فکر میکنم که با دستورات ما در یک برنامه یعنی در طولاب نمیتونیم که اون چیزی که سرگذشت این نفر است با شما داده توانیم و من بعد از 5 یا 6 یا 10 برنامه با دوباره یعنی با اتای دستورات ما و طولار ورزشی تایگر میگویم و اینجا با اون نفر با صحبت خود رو ادامه میدیم. زنده باشم. دوستی پاینده بوده.